سلام عرض میکنم خدمت همراهان گرامی سایت تکبرق. در این آموزش میخوایم فرق بین این دو مدل پاکت جاروبرقی رو برای شما همراهان گرامی شرح بدیم. ببینید در سمت راست تصویر پاکت جاروبرقی هست که یک بار مصرفه، یعنی از انتهای اون شما نمیتونید باز بکنید پاکت رو و کار تخلیه گرد و غبار رو انجام بدید. اما پاکت سمت چپی همونطور که مشخص هست در پایین شیرازه داره و شما با کشیدن به صورت کشویی شیرازه میتونید پاکت رو باز کنید و تخلیه بکنیدش. نکته‌ای که اینجا حائز اهمیته و کسانی که جاروبرقی دارن و گاهی پیش میاد که این نکته رو رعایت نمی‌کنن در استفاده از این پاکت ها این هست که ببینید پاکت سمت راست به دلیل این هست که کاغذیه، شما نمیتونید آب و به خصوص مواد تیز مثل شیشه رو باهاش جارو کنید و اگر جارو کنید ممکن هست که باعث پارگی پاکت بشه و در بعضی مدل های جارو که مکش قوی دارن پاکت کاغذی هم جواب نمیده، چون مکش انقدر زیاد هست که باعث پارگی پاکت کاغذی میشه. در این مدل جاروبرقی ها بهتر هست که یا از درجه کمتر دور موتور استفاده بشه یا از پاکت دائمی که همین پاکت سمت چپی هست استفاده بشه. نکته دیگری که در هنگام استفاده از پاکت دائمی باید شما رعایت بکنید این هست که درست هست که این مدل پاکت رو آب و شاید مواد تیز مثل شیشه به راحتی نتونه خرابش بکنه، اما باز شما نباید باید سعی بکنید که این مواد رو جارو نکنید با مخصوصا جاروبرقی هایی که مخصوص آب و خاک نیستن، چون باعث سوختن سریع جاروبرقی میشه. و مهمترین نکته‌ای که باید تو پاکت های دائمی شما رعایت بکنید این هست که پاکت رو نشورید. زیاد دیده میشه که موتورهای جاروبرقی یا مثلا چند ماه استفاده میشه جاروبرقی، بعد جاروبرقی میسوزه، بعد پیش ما که مراجعه میکنن ما میبینیم که این پاکت دائمی رو میشورن، چون این حالت پارچه مانند داره. شما که میشورید حالت مثل دقیقا پارچه، هی الیاف اون از هم جدا میشن و از هم فاصله میگیرن و باعث میشه که گرد و خاک ازش رد بشه و وارد موتور بشه. شما به هیچ وجه نباید پاکت دائمی رو بشورید، چون باعث خراب شدن اون میشه. نکته دیگری که در استفاده از دو تا پاکت، هم کاغذی هم حالا دائمی، باید ذکر بشه اینه که شما وقتی پاکت به 2/3 حجمش پر شدگیش رسید پاکت رو حالا یا عوض بکنید یا خالی بکنید، چون اگر که کامل بخواد پر بشه و نهایت ظرفیت پاکت رو شما بخواد استفاده بکنید به جاروبرقیتون فشار میاد و باعث میشه زودتر موتورش خراب بشه. مرسی از همراهیتون. تک برق.